یه هشتکی راه افتاده به نام از دموکراسی بگو و خب یه سری هم اومدن دارن حمله میکنن بهش. خب جالبه، برید چک کنید خودتون. و یه سوال خیلی جالبی و اینکه خیلی پرسیده میشه. طرفدارای گروه های مختلف میگن خب بیاید برید دنبال این فرد، پشت این فرد باشید یا اون فرد باشید. حالا این فرد میتونه هر اسمی داشته باشه، کاری به اون چیزی تایتلش نداریم، ما اسمش نداریم. خب اینکه چرا یه همچین حرفی میزنن هم باز میتونه دلایل مختلف داشته باشه. حالا یکی، بعضی میگن این سایبری خود رژیمه، بعضی میگن نه این مصری خیلی ددیکیتد و اینا دوست دارن این فیگر رو یا رهبر میخوان، میگن تاریخیه ما باید مثلا این کارو بکنیم اون کارو بکنیم. اون تو تاریخ نشون داده دیگه، ما چیزی که داریم تو تاریخ میبینیم دنبال یک نفر رفتن لزوما به جای خوبی ختم نشده. نمونه سادش همین 50 سال پیش درسته. و اگه میخواست چیزی ختم میشه تو این چند سال اخیر به هر حال یه سری رفتن و احتمالا آرگیو میکنن، بک میگن که نه شما ها نیومدین پشت سر یه نفر و اینجوری شده. و نکته این که یه چیزی رو آدم ها یادشون میره که توی یه همچین داستانه پیچیده ای، مثلا یه مملکتی دسته دیکتاتوری افتاده، اینقدر خیلی پیچیده است. یعنی یه جایی که میبینید 40,000 نفر میکشه و ببینید خیالش هم نیست و میاد تو چش ملت نگاه میکنه و دروغ میگه، میگه اینا تروریست بودن یا هرچی و هرچی. با یه همچین چیز پیچیده ای شما نمیتونید راه حلای ساده پیدا کنید و کسی که میاد به شما راه حلای ساده میده خیلی باید مراقبش باشید. میگه که بیاین بریم پشت این، بیاین ال کنین، بیاین میکنین، یا درک نمیکنه این مشکل، این اینقدر پیچیدگی رو، یا اینکه به هر حال یه چیزی داره، یا مثلا یا بعضیشون که خب حالا نمیخوام بگی پول میگیرن یا چیز نمیگیرن، یا بعضیشون حتی هیچ پول هم نمیگیرن، یا میان از روی احساسات یه چیزی میگم برید مثلا تفنگ بردارید فلان کنید بهمان کنید. توی بالانس قدرت وقتی نگاه میکنید خوبه برید یه مقدار مطالعه کنید توی این. خیلی مثلا سادهش هم همینه. شما مثلا تو سر کارتون نگاه بکنید، سر کارتون میبینید که یه سری قدرت دارن، مثلا یه سری ابزار دارن، یه سری نشسته یه جای تصمیماتی میتونن بگیرن و شما تقریبا به هیچ عنوان نمیتونید مثلا یا حالا اون جایگاه ها رو برسید، یا فرض کنید طرف رئیسش باز با اون رئیس ارتباط داره و اینها. شما یه سقفی بعضی موقع براتون هست برای اینکه تو پیشرفت کنید تو اونجا. اوکی، به اینجا باید بدونید خب من قدرت ندارم، اگر هم میخوام اینجا کاری بشم یا به جایی برسم، میگم خیلی دوست دارم مثلا این بیشتر دوست دارم این کار رو دوست دارم و فلان اینا، باید برید ابزار قدرت رو به دست بیارید. نمیتونید حالا بزنید زیر همه چی به این سادگی. اوکی، حالا ابزار قدرت وقتی که یه همچین عظمتی میشه، مثلا کشوری مثل ایران میشه، ابزارهای قدرت چی هست؟ سادهش اینجوری ابزارهای قدرت نیروی نظامیه. ابزارهای قدرت یعنی اون فرض کنید صدا سیماه، فرض کنید مثلا پروپاگاندایی که اونجوری، یا پول نفته، اینا ابزاریه که تقریبا هیچ کس توی ایران غیر از جمهوری اسلامی و سپاه اینا نداره. پس صحبت از براندازی کردن یا اینا رو شکست دادن، اینا یا بازیه یا اینکه مثلا طرف فقط مثلا باشه رلوونس به قول اینا میگن داشته باشه، باشه مثلا باش مصاحبه کنن فلان کنن، کیف میده دیگه. من خودم تو مدیا بودم، خیلی خوبه، خیلی کیف میده واقعا، یعنی هنوزم دوست دارم. یعنی وقتی میری مثلا ازت فیلم میگیرن با مصاحبه میکنن، خیلی خوبه، یعنی حس خوبی به آدم میده. و بعضیا فقط همینشون میخوان، یعنی اصلا کار ندارن که چه اتفاقی مثلا مردم میمیرن نمیرن یا هرچی. بعضیشون اصلا اینتنشن یعنی نیتشون خوب باشه ولی خوب نتیجه رو نمیبینن که این نیت من نتیجهش اینه. مثال زدم قبلا، من شما نیت تو اینه که نرید اصلا خرید نکنید، خرید میرید یا برید اونجا به قولم ویندو شاپینگ میگم، بریم یه دوری توی پلازا بزنیم، یه جای بزنیم، بعد مثلا خریدی هم نمیکنیم میای فقط میای، بعد که میای بیرون میبینی واه من 10 تا چیز خریدم. نیتتون باز با اون عمل کردی اون نتیجه یا میتونه کاملا دو چیز مختلف باشه. پس یه چیزی که یادمون نره این که اون آدم یا اون فیگر یا اون هرچی، اصلا ما اون کاری ما نداریم. خب یه آدم میتونه آدم خوبی باشه برای مثلا خانوادهش، برای فرض کن اطرافیانش، خیلی هم آدم نایس و بچه‌اش خیلی دوستش دارن، مثلا بچهای هیتلر احتمالاً بچه‌ای داشتن یادم نیست، مثلا خامنه‌ای مسلما بچه‌هاش باشه ولی خب اون رفتاری که از این آدم سر میزن رفتاره، اون رفتاری که نتیجهش کشتار چیز میشه، اون رفتاره رو ما باهاش کار داریم. و آدمایی هم که الان میبینید و اینها مثلا حالا سر صدا میکنن، یا باز به اون آدمه کاری نداریم، اون که یه آدمه، میتونه آدم خوبی باشه، مثلا کاری به اون آدمه، به اون شخص، به اون آدمه به اصطلاح چیزی نداری، به اون رفتاری که ازش سر میزنه و نتیجه‌ای که اطرافیانش سر میزنه کار داری. و چه چیزایی که میگن و میبینیم و نداداش هم چیزی نمیشه، باید جلوی همچین آدمایی وایستا.
که میگه ما بیایم و بعد 2 ماه تاجگذاری میکنیم و ال میکنیم و بل میکنیم. و خب دقیق میکنه پیچیده است، خیلی پیچیده است. وقتی ابزار قدرت نداری بهتره که بدونی کجا وایستادی. هیچ کدوم، تقریبا هیچ کس، هیچ گروه، هیچ چیزی در خارج، حتی الان در ایران به این سادگی نمیتونه جمهوری اسلامی برنده در این لحظه خاص. اگه نگاه کنیم پلیرها، بازیگر اصلی نه خود ایران و خود جمهوری اسلامی و سپاه و این قدرت ها، اسرائیل، آمریکا. خب یادتون باشه جنگ 12 روزه چه کاری دست شما ساخته بود؟ هیچی. چه کاری دست ما ساخت؟ هیچی. چه کاری دست اون به قول شما فیگری که الان داد میزنید بیاون بریم بر پشت این و فلان، چه کاری دستش ساخته بود جز که بیاد چیزایی رو بلغور کنه، آو بزن، فرداش میگه نزن، حمله کن، نکن، این خط قرمز زن. بعد بلاها چیه؟ اینا فقط برای اینکه رلوانس داشته باشن. و وقتی دیتا هاشون رو فالو میکنی، کاراشون رو فالو میکنی، میبینی که نه، این واقعا کار خطرناکی میکنه. بازم میگم اون کارها خیلی خطرناکه. پس یادمون باشه وقتی به اینها ما گیر میدیم، به رفتارها گیر میدیم، اون آدم اصلا ما کاری نداریم. برای همینه باید مراقب باشیم که نیان هم چیزی رو باد کنن. یعنی من خودم به شخص اعتقاد دارم اصلا هیچ کدوم این آدم‌ها هیچ فیوچر آینده‌ای برای ایران وجود نداره براشون. از هر کدوم رضا پهلوی فلان اینا هیچ آینده‌ای براشون در این شرایط وجود نداره. یعنی با توجه به این، یعنی در بهتر در خیلی بخواد ریالیستیک به قول اینو نگاه بکنیم، اگه خامنه‌ای از بین بره اینها، احتمالاً سپاه و اینا میتونن چش. یعنی یکی از چیزایی که احتمالاً بعدی هست، یعنی احتمال اینکه با رضا پهلوی بری تقریبا اون نزدیکای به اون 5 6 درصد یا همین 17% که این روزا دارن کارهایی که حالا یعنی چی 17% برید خودتون مطالعه کنین. داستان اینه، داستانی که این افراد اون ابزار رو ندارن که بخوان اصلا مقابله کنن. وقتی بهتون میگم برید تو خیابون اینو بگیرید مواظب باشید. این وقتی اون ابزار وجود نداره، شما داستان پیش میاد. مگه اینکه مثلا فرض کنید یه سری کشورها بود دیگه، یا داشت سخنرانی میکرد، بعد یهو احتمال مثل حالا کودتا مانند شده اومدن گرفتن. حالا این مسائل میتونه پیش بیاد، حالا این احتمالات هست. ولی در این لحظه خاص وقتی میبینی یکی میگه آقا فلان آمریکا بزن، اینو بزن، یعنی چی ندارن؟ یعنی اون ابزار وجود نداره. با رسانه شما نمیتونی، با هشتگ نمیتونی، با فوش فرض کن با فوش دادن بتونی بری دیوار رو خراب کنی. هی فوش بده به دیوار. مگه میتونی با دیوار با فوش دادن چیز کنی؟ یا آدم میتونی بترسونی، ولی اون دیوار و اون چیزای نظامی تو نمیتونی به جلوی ارتش یا سپاه ایران وایستی فوش بده. برو فوش بده ببین چیکارت میکنن. همین کار میکنن، 30,000 نفر رو میکشن. پس اون عقل سلیم میگه اگر واقعا هدفت اینه که بری براندازی بکنی، اولا که نباید حرف زیاد بزنی. اون کسی که به قول اینا میگن ویزیبله، مطمئن باش که پاور نداره. چون اگه پاور داشت ویزیبل نبود. و اون کسی هم که پاور داره، قدرت داره تو ایران، اجازه نمیداد که این انقدر ویزیبل باشه. این خیلی خیلی مسئله ساده ایه، خیلی پیچیده نیست. اگه من یک کسی باشم که بتونم با براندازی بکنم جمهوری اسلامی که اینقدر آدم میکشه و میتونه این برام چیز بکنه، با من کار داشت. یعنی به این سادگی نمیذاش من همه جا برم صحبت کنم، فلان کنم، مهمان کنم. این یادتون باشه. پس اگه اینا رلوانس دارن، اون منبع قدرت اجازه رو میده، یا داره در راستای اون حرکت میکنه، یا اینکه ناخواسته خواسته، حالا هر جوری. مسئله رو خیلی ساده کنیم. مثلا اینه که ما دنبال یک سیستم هستیم که دوباره این اتفاق نیفته، دوباره اون فرد بیاد و فرد پرستی بکنیم، دوباره این تبدیل به یه چیز دیگه بشه. و راه های خروج از اون و همزیستی مسالمت تا خیلی ساده. مسئله ساده کنیم، بعد آروم راه حل پیدا میشه. هی نیایم دور خودمون بچرخیم. شاید به قول خارجی خیلی all over the place حرف زدم، از همه جا گفتم. خواستم اینو مثلا زیر 1 دقیقه بگم، فکر کنم یه 10 دقیقه شد این قضیه. برای همین یه مقدار راجع به چیزای سقراطی بخونیم، یه مقدار راجع به سوال کردن بخونیم، یه ذره راجع به اینکه مثلا فکر کنیم، یه چیزی میشنویم فکر کنیم، میگیم چی میگه این، آیا درسته غلطه. ولی میبینید که تو حرفاشون مثلا تکنیکای استفاده میکنن، میگن چیز جالب، میگن این میکوبن جمهوری اسلامی، با آخر میگن بیاین بریم پشت این نتیجه. این چجوری میتونی از این نتیجه بگیری؟ یعنی شما خیلی ساده مثلا بگیم که داره بارون میاد، خب من بیرون نمیرم، خب بله مثلا از این نتیجه میگیری، میگه آقا من این، بعد یه نتیجه میگیری. بعد یا مثلا میگه بارون میاد، خب مثلا بابام توی چیز داره غذا میخوره، بعد شما از این اونو نمیتونی نتیجه بگیری، ربطی به هم ندارن.
ولی اینا میان یه بازیایی میکنن مثلا بین این کلمات و بین این مثلا آرگومنت هایی که میگن، بعد شما متوجه نمیشه اینقدر اینو بالا پایین میکنن. نگاه کن مثلا اینترنشنال اینا کارشون اینه، پروپاگاندا رو چیز میکنن، یعنی میاد بهت میگه مثلا این بعد شما کیف میکنی، میگی واو چه حرفای جالبی میزنه، معلومه چون مثلا اینجوری، معلومه که اینجوریه، معلومه اینجوریه، بعد وسطش یه آخرش میگه راهی غیر از این نداریم. بعد شما مثلا دیگه فکر نمی‌کنی، چون خیلی انقدر انرژی بهت داده، انقدر بهت چیز داده، یادت میره که اصلا چجوری این سیر منطقی داشتیم طی می‌کردیم یا نه. به قول خارجی سلو داون، یعنی آروم بکنید ببینید که داستان چیه. ما هیچ کدوم توانه در این لحظه که جمهوری اسلامی بنزین وجود نداره، ولی اگر واقعا میخواید راهش اینا نیست.